سلام دوستان، با آموزش 0 تا 100 همستر همراه من باشین. میخوام تو این آموزش بهتون یاد بدم که چجوری توی یک تایم خیلی کم، شاید یکی دو روزه، به یه پروفیت بالای قابل قبول و تعداد سکه معقول برسین. واسه شروع این صفحات اولیه رو میزنیم، میریم جلو، وارد که بشیم، ریسیو گیفت رو که بزنیم، بیکام سی او. الان ما وارد شدیم و مرحله اول هستیم. چیزی که میبینیم اینه که یه همستر لخت و پتی داریم اینجا. با کلیک میتونیم سکه بگیریم. این چیز مهمی نیست، ردش میکنیم. تو قسمت ارن یه سری تسک داریم که تسک دیلی رو روز اول بهمون 500 تا سکه میده و روز آخر بهمون 5 میلیون سکه میده. اما مثلا نکته‌ای که داره اینه که باید هر روز پشت سر هم، بدون اینکه یک روز بینش وقفه بیفته، وارد بشیم و این جایزه ها رو بگیریم. اگر یک روز بینش وقفه بیفته دوباره میره از روز اول. حالا اینجا مثل وظیفه دیگه داره که میگه به کانال تلگراممون جوین شو. جالب، من جوین نشده بودم و زدم و قبول کرد. بهتر این هم میزنیم که میگه که توییتر ما رو عضو شو. این رو هم ما رد میکنیم. اینجا اکسچنج باید انتخاب بکنیم. چوز که بزنیم یه سری اکسچنج نشون ما میده. من معمولا بایننس انتخاب میکنم و دوباره برگردم اینجا. میتونم جایزه 5000 تای اکسچنج رو هم بگیرم. آخری هم که میگه حداقل 3 نفر دعوت کن و 250 سکه، 25000 سکه جایزه بگیر. این تسکای بالا هم که روزانه میان و انجامشون بدین، ویدیوهاشون رو ببینین. بعد از 1 ساعت که اینجا گفته 1 ساعت دوباره بیاین دکمه چک رو بزنین، جایزه‌شو بهتون میده. اینا من همین کار بکنم واسه 1 ساعت آینده. یعنی ما الان مثلا ویدیو رو دیدیم. خب این از قسمت ارن اولیه، اینا رو میگیریم. تو قسمت اصل کاری که ما باهاش کار داریم و قسمت ماین هست. اینجا یه سری کارت میبینیم که قفلن. مثلا من الان این کارت استیکینگ رو بخوام براتون توضیح بدم. زیر این کارت استیکینگ اینجا نوشته که KYC لول 7، یعنی پیش نیاز این کارت که قفله KYC لول 7. یعنی ما باید بریم کارت KYC رو پیدا کنیم، 7 بار ارتقاش بدیم یا 7 بار بخریمش تا این یکی کارت باز بشه. حالا کارت KYC تو قسمت لگال اولین کارت KYC میشه. برای خرید کارت هم روش که کلیک بکنیم، گو اهد رو بزنیم، ما داریم اون کارت رو میخریم و در اصل یک مرحله ارتقاش داریم. اینجا مرحله رو میبینین، لولش رو میبینین. حالا اونجا خواسته بود لول 7 باشه، درست میگم؟ آره، ما اینو 7 بار که خریدش رو انجام بدیم لولش 7 میشه و اون کارت واسه ما باز میشه. دقت کنین که این چیزی که اینجا نشونتون میده الان پروفیت پر آور 44، مجموع پروفیتی که این کارت الان داره به شما میده و این قیمت سطح بعدی که بخواین ارتقا بدین. گول نخورین، فکر نکنین که 44 تا بهتون میده اگر 198 تا بدین. در اصل اگه با واردش بشین اینجا داره نشونتون میده که 13 تا بهتون میده و 198 تا ازتون میگیره. حالا تو این رقمای کم که اصلا مهم نیست، ولی هرچی پیش بریم این عددا بزرگتر میشن. مثلا یهو اینجا میشه 16 میلیون سکه. باید دیگه اینا رو دقت کنیم. حالا خب من دیگه یه لولم اضافه ارتقا دادم. حالا که برگردیم اینجا میبینی این کارت باز شده و کارش انجام شده است. خلاصه این هم روش آپدیت کارت ها بود. کارت هایی که ارزشمندن که بهتر ارتقاشون بدین که سریعتر رشد کنین و سریعتر سکه هاتون بیشتر بشه، پروفیتتون در اصل بیشتر بشه، این عدد. من توی پیج اینستا یک پست در این باره دارم به اسم کارت های ارزشمند که اون رو ببینین. کارت هایی که ارزش داره سریعتر ارتقاشون بدیم رو که بیشتر پروفیت بهمون بدن اونجا معرفی کردم. حالا این پروفیت چرا مهمه؟ به مدت 3 ساعت وقتی که ما توی بازی نیستیم، به اندازه این ضرب در 3، یعنی هر ساعت 702 تا سکه واسه من خودش جمع میکنه بدون اینکه نیاز باشه من بیام روی این
همستر کلیک کنم این مقدار واسه من جمع میکنه. حالا هر چقدر این بیشتر باشه خب به نفع منه. مثلا اگه اینو برسونمش به 500,000 تا سکه توی 3 ساعت 1,500,000 سکه واسه من جمع میکنه. حالا واسه این که ما سریع بتونیم این کارت های گرون قیمتی که عمده شونم توی این بخش اسپشیال هستن رو بخریم و سکه واسه ابتدای کار کم نیاریم، یه راهش اینه که ما همین تسکایی که اینجا تو بخش ارن بودن رو انجام بدیم. یه راه دیگهش اینه که همین مقدار اولیه که اینجا داریم رو بگیریم. چند تایی هم میشه زد، 5 تا انگشتی من مثلا الان دارم میزنم دیگه. خدمتتون عرض کنم راهی که واسه سکه گرفتن الان ما داریم اینه که این کارت های دیلی کمبو رو پیدا کنیم که الان اگر باز باشم من بتونم اینا رو بگیرم. 5 میلیون امروز اگه بگیریم خیلی کارمون جلو میفته. این کارت رو که من دارم آپدیت میکنم پیش نیاز این کارته و این کارت هم پیش نیاز این کارته و این دوتا کارت های 5 میلیونی امروزمونن. واسه همین من دارم اینو ارتقا میدم که این باز بشه، اینو ارتقا میدم، خود این کارت رو گرفتم، اینو ارتقا میدم به لول 8 که این کارت باز بشه. اول بازی توی خرج کردن سکهاتون خسیس نباشین، به راحتی خرج کنین، پروفیتتون رو بالا ببرین. خود اون پروفیت دوباره واسهتون سکه ها رو جبران میکنه. الان مثلا من پروفیتم شده نزدیک 2K. حالا اگر بتونم اینو بخرمش خیلی خوبه. خب نه 3 و خورده ای میخواد، بیشتر ارتقاش میدم. اگه این تپی که دارین میکنین انرژیتون خالی شد، انرژی هم الان نشونتون میدم کجاست. انرژی این پایین اینجا. اگه اینجا خالی شد توی این قسمت بوست یه بار میتونین توی مدت 1 ساعت این فری انرژی رو بگیریم و دوباره این انرژی پر میشه. 1500 تا دیگه با کلیک کردن اون 1500 تا رو میگیریم که مجموع سکه هامون بازم بیشتر بشه و بتونیم کارت ها رو ارتقا بدیم و 5 میلیون رو بگیریم. حالا کد مورس رو هم داریم که اون باز آسون‌تره، پیش نیاز خاصی نداره. البته خود زدن کد مورس یه مقدار سخته. میتونیم کد مورس هم بگیریم 1 میلیون سکه و به راحتی باز بریم اینجا ارتقا بدیم کارت هامون. حالا من اینو یه لول دیگه ارتقا بدم که این باز بشه، اینم ارتقاش بدم که این یکی سکرم بگیریم و کارت سوم امیدوارم برامون باز باشه. 3K میخواد. خب کارت سوم چجوری بگیریم؟ احتمالا الان دیگه توی مرحله یا مجبوریم بریم کد مورس رو بزنیم یا این مقدار صبر کنیم که به 3000 برسیم مجددا. بوست اینجا هم دیگه فعلا نداریم، بریم سعی کنیم کد مورس رو بزنیم. خب دوستان من یه لحظه ویدیو رو پاوز کردم و خیلی خوشبختانه تونستم کد مورس رو وارد کنم و اون 1 میلیون رو بگیرم. ما الان خیلی جلو میفتیم دیگه. میام اینجا، میام تو اسپشیال، کارت امروز رو هم میخرم، 5 میلیون سکه رو هم گرفتم. اینم 5 میلیون سکه. لول اپ هم شدیم. الان با 2 تا لول اپ من همین الان برام اتفاق افتاد و این ارن پرتپ هم به 6 رسید. یعنی هر یه دونه کلیکی که بکنم 6 تا سکه به ما میده، هرچند اصلا مهم نیست. لول من الان لول 6 هست که این میشه همستر من این شکلی میشه. 10 میلیون سکه که جمع کنم میرم به لول بعدی. حالا میریم سراغ کارت هایی که ارزشمند هستن که ارتقاشون بدیم. توی اسپشیال تو قسمت نیو کارت اینجا خیلی کارت میبینیم. مثلا یکیش این کارت 5K به ما پروفیت میده، 1 میلیون کم میکنه. کارت خوبیه ولی شاید الان واسه ابتدای کار
من ارتقاش ندم، اول بقیه رو بررسی کنم ببینم بقیه کارت ها در چه وضعیه. مثلا این کارت خب اینم مثلا 2K تقریبا داره میده 50,000 تا کم میکنه، این خیلی خوب. اینو میگیرم. میبینید مثلا این کارت یک اصطلاحاً کول داونی داره، یعنی باید یه تایمی صبر کنین تا دوباره بتونین ارتقاش بدین. واسه لول‌های پایین این تایم کمه، بعد ممکنه به چند ساعت هم برسه. اینو چند بار من ارتقاش میدم چون خیلی پروفیت خوبی داره میده. الان مثلا من 10 ثانیه باید صبر کنم تا مجدد بتونم ارتقاش بدم. میریم سراغ بقیه کارت ها. این هم کارت خیلی خوبیه، داره به مقدار زیادی میده، پولش هم کمه. دوباره این ارتقا میدم. میام توی نیو. این حالا خیلی عددش جالب نیست. این خیلی خوبه. ببین مثلا این کارت الان نوشته که پیش نیازش مارجین تریدینگ x100 لول 10. اینو پس فعلا ما نمیتونیم ارتقاش بدیم. اینو میتونیم ارتقا بدیم. دوباره میایم الان نگاه کنیم پروفیت من شد 11. دوباره میایم اینجا، اینو میتونیم ارتقا بدیم. ببین الان مثلا کول داون هم نداره، من میتونم همچنان ارتقاش بدم. چندین بار اینو میزنیم به سرعت پروفیتمون رو میبرم بالا. اینا ببینیم ما الان هنوز 10 دقیقه نیست بازی داریم میکنیم و پروفیتمون به 20K رسیده. اینو ارتقا میدیم. دیگه چه کارت هایی اینجا هست؟ بعضی کارت ها میبینین مثل این فقط پول از شما میگیرن، چیزی بهتون نمیدن. واسه ابتدای کار اینا رو نگیرین، ولی در آینده وقتی که سکهاتون زیاد شد بیاین اینا رو هم بگیرین که یه وقتی اینا پیش نیاز یه کارت دیگه باشن از دستشون ندین، یعنی داشته باشینشون که بقیه کارت ها رو از دست ندین. دیگه فعلا اینا رو نمیتونیم باز کنیم. این 5 تا دوست باید دعوت کنیم، اینو 3 تا دوست باید دعوت کنیم، این 9 تا دیگه انقول مرحله آخره. پس ما برمیگردیم سراغ همون کارت های خودمون. اینم میشه، حالا بعدم میریم سراغ این. پروفیت خوبی میده ولی اول کارت های دیگر رو داریم بزنیم. اینا رو میزنیم. حالا اینا خیلی جا دارن ارتقاءشون بدیم چون رقم های کم میگیرن، سود زیاد میدن. خب نگاه کنیم الان ما رسیدیم به 35,000. چقدر سکه برامون مونده؟ 5 میلیون هنوز داریم، یعنی اصلا هنوز ما از کارت های 5 میلیون روزانه که گرفتیم اصلا استفاده نکردیم. به 38,000 تا رسیدیم، فقط کد مرس رو داریم، جایزه کد مرس رو استفاده میکنیم. ارتقا میدیم همه رو. اینایی که کولداون ندارن دیگه تایمر روشون نمیندازه، مثل این دوتای بالایی که دیگه خیلی بهترن، سری سری میزنیم و میریم بالا. دقت کنین الان دیگه قیمتش داره کم کم زیاد میشه. این کارت واسه شروع بازی دیگه فکر کنم این رقم فعلا بس باشه، ارتقاش بیشتر از این شاید ندیم، منطقی باشه. اینم همینطور. حالا چون کارت های دیگه داریم که ارتقا بدیم با رقم کمتر، مثلا این خیلی رقمش به نسبت به اون کمتره، پس فعلا سعی میکنیم اینا رو ارتقا بدیم. 1 دقیقه باید صبر کنیم، میتونیم بریم حالا جای دیگه بقیه کارت ها رو ارتقا بدیم. اینایی که اینجا هستن توی بخش لایسنس، توی بخش لگال قسمت لایسنس ها، مخصوصا این پایینی ها، اینا هم سودای خیلی خوبی میدن، ولی خب پیش نیازش اینه که 2 نفر رو دعوت کرده باشیم یا 1 نفر دیگر رو دعوت کرده باشیم. حالا این یکی پیش نیاز نداره ولی خب خیلی سودی هم به ما نمیده. این یکی بازم بدکی نیست، ارتقاش میدیم. ارتقا میدیم، میریم بالا میریم بالا.
کنم 1 دقیقه گذشت، برمیگردم اینجا 1 ثانیه دیگه دوباره اینا رو ارتقا میدم. دفعه 5 دقیقه باید صبر کنیم برای ارتقا بعدی. همینجوری تایمش میره بالاتر. حالا به چند رسیدیم؟ پرافیتمون 62,000 شده، سکه‌هامون 4,5 میلیون هنوز داریم. اینجا فن توکن هم ارزش داره ارتقاش بدیم چون سود زیادی میده. این هم چند بار ارتقا میدیم. این هم دیگه قیمتش داره کم کم بالا میره، فعلا دست نگه میداریم تا بقیه رو ارتقا بدیم، چیزایی که ارزون تره. اینا هم که فعلا قفلن، اما پیش نیازاشون رو باید رفع کنیم تا باز بشه. از همین بالا بخوایم چک کنیم سی او لول 2 میخواد. میریم اینجا سی او رو به لول 2 بخوایم برسونیم. سی او کارت سی او این کارته، اینو به لول 2 ارتقاش میدیم که اون یکی کارت باز بشه. باز شد، اگر درست بگم همین بود، این بود، هم باز شده. این کارت هایی که حالا ارزششون پایینه و سود کمی هم میدن تا لول 5-8 ارتقاشون میدیم که بقیه کارت ها برامون باز بشن، وگرنه خود اینا سود زیادی به ما نمیدن. حالا من اینا رو یکی یکی میزنم تا یه جای بالا میبرم. مثلا این شیت کوینه نوشته که KYB لول 3 میخواد. KYB لول 3 اینجاست. اینو 3 بار که ارتقاش بدیم اون کارت برامون باز میشه. مارکت شیت کوین برامون باز شد. این هم میتونیم چند بار ارتقاش بدیم. کارت هم برای الان فعلا کافیه. کارت های مارجین تریدینگ ها رو که فکر کنم 6 تا هستن، اینا رو باید ارتقا بدیم چون هم پیش نیاز کارت های دیگه هم سود نسبتا خوبی میدن. حالا من اینا رو ارتقا میدم. این کارت نیاز داره که قبلیش به لول 5 برسه، یه لول دیگه این یکی کارت برای ما باز میشه. اینا ارتقا میدیم. اینجا فعلا کافیه. این یکی کارت لگال اپینین لول 6 میخواد، بریم پیداش کنیم. لگال اپینین لول 6 اینو که ما 6 بار ارتقاش بدیم اون یکی کارت باز میشه. کافیشه. میگردیم اینجا. این الان باز شده، اینو ارتقا میدیم. تا لول 8 لازمش داریم بالا بره. سود نسبتا خوبی هم میده، ارزش داره. حالا این نباید نگرانش باشیم که داریم ارتقاش بدیم. این کارت خوبیه، سود بالایی کی داره میده. تا جایی که قیمتش زیر 100,000 تا باشه من اینو ارتقاش میدم.
الان دیگه به 100,000 تا رسید، فعلا دیگه کاریش نداریم. پرافیت پراورمون میبینیم به 106,000 رسید. توی کمتر از 20 دقیقه ما به این رسیدیم. 3 میلیون هنوز سکه هم داریم. برگردیم تو اسپشیال. اینجا اینو دوباره میتونیم ارتقا بدیم. الان دیگه داره منطقی میشه اینو ارتقا دادن. اینو همینطور، اینا همینطور، اینا رو حالا فعلا بازم دست نگه میداریم. 112,000 شدیم. توی قسمت نیو کارت دیگه چی داریم که بگیریم؟ مارجین تریدینگ فعلا هیچ. توی قسمت مارکت اینا رو یه بررسی کنیم، اونایی که ارزش دارن رو بگیریم. فعلا اینا هیچی. کارت های اینجا اینا رو هم حالا یکم ارتقا میدیم که بقیه کارت همون باز شه. علل حساب خیلی مهم نیست. تقریبا ما الان به اون هدفی که داشتیم رسیدیم. بالای 100,000 تا سکه رو، بالای 100,000 تا پرافیت رو توی کمتر از 20 دقیقه ما بهش رسیدیم. بیشتر از اینا میتونیم بریم. مثلا الان من 3 میلیون سکه دارم، میتونم برم این یکی کارت رو بخرم که یهوی 5K به من پرافیت میده، که الان من این کار رو هم کردم. ببینیم به تقریبا 119,000 رسیدیم. 2 میلیون و نیم هم سکه داریم. یه بار دیگه میتونم ارتقاش بدم، ولی خب دیگه 1 میلیون داره از من کم میکنه. 124,000 تا. اینو میتونم ارتقا بدم، اینو میتونم ارتقا بدم. اینا همچنان الان دیگه قیمتشون نسبتا منطقی داره واسه ما میشه. الان دیگه سکه هامون کم شد و به اون تارگتی که تقریبا داشتیم رسیدیم. 130,000 تا و تقریبا خوبه دیگه. 130,000 تا واسه اول بازی عالیه. نکته خاص دیگه ای نمیدونم، فقط دعوت از دوستانم که بخواین دوستی دعوت کنین توی قسمت فرند، این رو که بزنین یا دکمه کپی رو بزنین، لینک دعوت واسه دوستتون ارسال میشه. اما تا زمانی که وارد بازی نشه و اون مراحل اولیه که ما با هم انجام دادیم رو نیاد جلو، جزء دوستای شما حساب نمیشه. بعضی موقع هم طول میکشه تا توی لیست دوستانتون بیاد. اینا هم که تا احتمالا 1 ساعت دیگه آماده است که میتونیم بریم 2 تا 100,000 تا بگیریم و چیز دیگه ای فعلا نداره. ما توی کمتر از 25 دقیقه 130,000 سکه رو رسیدیم. سابسکرایب کنید لطفا. من هر روز کارت های 5 میلیونی و کد موس رو توی پیج قرار میدم با آموزش. مرسی که تا این لحظه همراه من بودین. تشکر. شبتون خوش.